بعضی کسا از کافری خودم خوب مثلا نر کافر است، باز که مسلمان شدم تو خوب نر مسلمان است. یک کس رو ببینید وقت کفر خودم چندان شی نبودن، در مسلمانی هم شعله وارد تمام روز خو خور فرشی است، از این بدت نمیخوره. صلاح الدین ایوبی وقتی که فتح میکرد امرای صلیبی ها جنگ میکرد، اینا تو خیمه ها زده بودن در صحرا، رفت خودش هم تو خیمه را سعی کرد، در خیمه رفت که چند تا جوان قرار وی آی پی خواستن، یا که خواستم ساعت تو بشه، دید او خیمه که کل گریان میکنه، او خیمه دید در تهجد هستن، دید که اونجا جوانا مثلا سبا جهاد است قط کفار مبارزه میکنن، دید که اونجا کل خیمه در عبادت مشغول است. یک خیمه میره که قرار کل گیم تخرفش خواست. قماندان خداگاه گفت امیر صاحب از این دلگاه گفت این خیمه را در صف جهاد نمیمونه. ما که اگه دفعه تو اصرار میکنیم در بعضی مسائل، این هم تو مزاج دین است. گفت این خیمه را در بین در چی نمیمانی؟ سبا در صف جهاد نمیمانی. صف جهاد ما را منحوس میسازن، چتل میسازن. یه وقتی که دو تق تق قد باز میگروزن، دیگرها را همچی میکنن. نه، از این اول برو خودش رخصت کو بگو که شما صاحب رخصت هستین، هر قدر گفتم نمیشه، شما بفرمایید برید قرار استراحت را در خانه‌تان بکنن، صف ما را خراب نکنید. آدم تنبل، آدم که در قلبش محبت به کتاب الله و سنت رسول الله نیست، آدمی که عقیده را دوست نداره و با قناعت خود نمیه و هیچ چی نداره، هیچ ارزش نداره پیش الله، ولو که انداماش چکوان دو باز آدم.